مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. همونجوری که در تیتر برنامه هم دیدید، جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادی و در لابلای این اتفاقات و در طول این 40-50 روز گذشته و اینکه هر روز به موج اعتراضات مردم اضافه میشد، ما با بررسی و رصد یه سری از افراد تو فضای مجازی به این نتیجه میرسیم که شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، باید اون کلمه آبادی در شعار مرد میهن آبادی به آگاهی تغییر پیدا کنه. منم چند روز پیش توییت کردم و حتی در استوری هم گذاشتم که آقا باید بشه مرد میهن آگاهی، به خاطر اینکه اگر اون حکومت بره و یه تیم جدید یا یک گروه جدید یا یک افراد جدید بخوام بیان سر کار، اونها هم میتونن به بهانه آباد کردن که برق و آب و گاز میدیم و خلاصه آبادتون میکنیم مردم رو چپاول بکنن. پس ما باید به مردم آگاهی بدیم و سعی بکنیم که آگاهی مردم رو افزایش بدیم که دیگه اشتباهات گذشته تکرار نشه. ولی ما هیچ وقت توی صحبت‌های بغیر از من صحبتایی که از خانواده پهلوی به خصوص شاهزاده رضا پهلوی چند روز پیش یه دونه ویدیو قدیمی ازش دیدم که میگه آقا باید مردم به آگاهی سیاسی برسن، به یک آگاهی برسن، من جای دیگه این ندیدم که افراد بیان حرف از افزایش آگاهی مردم بزنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما حتی در حال حاضر هم چند دستگی بین مردم میبینیم. به خود منم که اصلا قربونش برم که نه، اصلا همیشه به من حمله میشد. یعنی اصلا در طول این چند سال گذشته وقتی که ما رسانه پشت پرده رو آغاز کردیم، خب به هر حال ما کارمون افشاگری هستش و افشای حقایق. طبیعتا وقتی ما راجع به یه سری افراد افشاگری بکنیم، اون افراد یه سری طرفدار دارن، یه سری شعبون بیمخ دارن، یه سری طرفدار عقده‌ای دارن، یه سری طرفدارای منطقی هم دارن. اون منطقی که میگه آقا داره انتقاد میکنه، کار خودش رو میکنه، بحثش جداست، ولی اون بقیه‌شون که سیستم‌های دیگر رو دارن و سیستم بت پرستی دارن و اون آدمو بت میبینن، شروع میکنن حمله کردن. و الان هم ما داریم این قضیه رو میبینیم. اون موقع که میگفتن که آره برای معروفیته، یه ذره جلوتر که اومدیم راجع به سلبریتی ها افشاگری کردیم. یادتونه من چقدر راجع به سلبریتی های حکومتی افشا کردم. هنوز که هنوزه در آرشیو یوتیوب برنامه پشت پرده هست و هنوز که هنوزه کامنت های یه سری افراد زیر همین ویدیوها هست که من توهین میکردن و فحش میدن که آره تو از جمهوری اسلامی میخوای این سلبریتی ها رو تخریب کنی، بزنی که اینا رو تو گونی ببرن، ممنوع تصویرشون بکنن. اما همین سلبریتی های حکومتی الان 45-6 روز گذاشتن تو کاسه مردم و حکومتی بودن خودشون رو اثبات کردن. و من توی ویدیو هم گفته بودم که آقا این سلبریتی ها رو میخوابونن تو آب نمک و در شرایط مهم و حساس سیاسی ازشون استفاده میکنن و ما هم دیدیم دیگه نزدیک انتخابات و چیزهای مختلف میمدن ازشون استفاده میکرد. نتیجه چی بود؟ وقتی که من داشتم آگاه سازی میکردم و مردم آگاه میکردم بهم حمله شد. چون آگاهی وقتی صورت بگیره، ببینید شما دیگه نمیتونید، الان اصلی نیستش که شما به طرف یا آقا به زور بعد این آیفون مثلا 14 رو داشته باشی یا به زور بعد این سامسونگ رو داشته باشی. سیستم های دیکتاتوری گونه اینجوری هستند، به زور میخوان به افراد چیزی رو بقبولونن. اما من چون همیشه اومدم سعی کردم که آقا فضای رسانه‌ای ما حفظ بکنم، یعنی سعی بکنم که موضع نگیرم، منم گفتم آقا مثلا شرایط یک دوربین موبایل خوب اینه که دوربینش خوب باشه، آنتندش خوب باشه، امکاناتش خوب باشه. اومدم شرایط یک چیز استاندارد اومدم گفتم آقا سلبریتی استاندارد اینه، اونایی که دارید شما میبینید این ضعف‌ها و باگا رو دارن. نتیجه چی شد؟ چون که ما آگاهی میدادیم فوشه رو میخوردیم. بعد قربونش برم خب آدمایی هم که خارج از کشورن، حالا نه همشون، بعضیاشون اینطوریان. یعنی شما اگه فوش به خامنه‌ای بدی، فوش به بیت بدی، سبزی پلو با ماهی بگی، فوش به بسیج بدی، شما آدمی میشی که تمومه دیگه، مزدور نیستی و میای تو تیم اینوری. ولی
اگر بخوای آگاه سازی بکنی، حقایق رو بگی آقا این استاندارد است، ممکنه اونی هم که اپوزیسیون باشه خودش از همه دل و دزدتر باشه و داره از اون فحش دادنه به افراد سوء استفاده میکنه که رانت و لابی خودش رو بکنه، تو میشی بده، تو میشی اون آدمی که نباید آگاهی بده، آدمی میشی که نباید مردم را آگاه بکنه. همیشه آگاه کردن جامعه به سود مردم و به ضرر دیکتاتورها و به ضرر دل و دزدها و به ضرر اونایی هستش که دنبال منافع شخصی خودشونن. حالا افشاگری کردن ما باعث آگاهی جامعه میشه، ولی چه اتفاقی میفته؟ اونایی که بعضی از رسانه ها هستن که پول میگیرن از یه سری کشورهای مختلف، حالا عربستان و جای مختلف، بر کسی هم پوشیده نیست، مشخص هم از خودشون هم گفتن. اینا رو وقتی ما میایم افشاگری میکنیم، چون ما آگاهی میدیم میشیم بده. الان هم همین شده دیگه، ما داریم میبینیم دیگه تو خارج از کشور چند دستگی داره بین مردم اتفاق میفته. کی سودشو میبره؟ آخونده. کی سودشو میبره؟ جمهوری اسلامی. به خاطر اینکه ما الان شاهد بودیم دیگه تو همین ماجرای اعتراضات مردم در داخل ایران، خیلی از ایرانی‌های خارج از کشورم اومدن توی جلوی مراکز حالا حساس توی خیابون و جاهای مختلف اعتراض کردن. بعد ما دیدیم که مثلا میمدن میگفتن که این از فلان سازمان فلان پرچم رو آورده، این از فلان جریان فلان پرچم رو آورده، این یکی از فلان، بعد بینشون دعوا میشد. خب این دعوا کردن بین این افراد رو کی سودشو میبره؟ جمهوری اسلامی. بعد ما اگه بیایم مثلا میگیم آقا نباید دعوا بکنید، بعد اتحاد صورت بگیره، بعد همه کنار هم دیگه باشن، ما چون آگاهی رو میدیم میشیم بده. این در خصوص سلبریتی ها. در خصوص یه سری سیاستمدارها اومدیم افشاگری کردیم، حالا بیشتر اونایی که خارج از کشور بودن و اسم خودشون گذاشتن اپوزیسیون. تو از جمهوری اسلامی پول گرفتی که اپوزیسیون‌های خارج از کشور رو بزنی، چرا جمهوری اسلامی آخوندا رو نمیزنی؟ چرا ایکس و وای زد نمیزنی؟ عزیز من، وقتی شما جلوت یه دونه کاسه گوهه، خب، و جلوت یه کاسه آبه، مردم دارن این گوهه و اون آبه رو میبینن. اونی که دارن میبینن دیگه نیاز به توضیح نداره. جمهوری اسلامی که مردم دارن توش زندگی میکنن، با این همه فشار اقتصادی و اتفاقات مختلف و افزایش قیمت یورو و دلار و چیزهای مختلف، اگر مردم تو الان نفهمیده باشن اون سیستم و آدمای سر کارش چیان، پس با گفتن ویدیوی منم آگاه نمیشن. اون که جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه. پس شمایی که میای به من حمله میکنی، تو از خود اون آدمایی هستی که تو اون سیستمن و از حمله کردن به من و از آگاهی مردم ضرر میبینن هستی. بگرنه چه لزومی داره بخواد من حمله بشه؟ البته خصومت‌های شخصی هم هست، به خاطر اینکه من بعضی وقتی حرفایی میزنم یه مقداری برای یه عده تلخه. من اومده بودم گفته بودم که آقا شما یه خبرنگار خارج از ایران نام ببرید مثل من، یعنی کاری که من دارم انجام میدم، که داخل هیچ تلویزیون و رسانه‌ای نرفته باشه و از پله و نردبون اون رسانه استفاده نکرده باشه. رسانه‌های خارج از کشور مخصوصا رسانه‌های خبریشون همه جیره بگیر کشورهای اروپایی و امریکایی هست. یکیشون حالا از انگلیس میگیره، یکیشون حالا از عربستان میگیره، یکیشون از اسرائیل میگیره، یکیشون از آمریکا میگیره. بر کسی هم پوشیده نیست. بودجه‌های سازمانی میگیرن. شما یه خبرنگار بیاید خارج از ایران که بدون استفاده از پله این رسانه ها تونسته باشه برای خودش 1 میلیون فالوور گرفته باشه و خبرنگار مستقل باشه. شما اگر توی یکی از این شبکه‌ها کار بکنی،
نمیتونی خبرنگار مستقل باشی، نمیتونی خبرنگار بیطرف باشی، نمیتونی. به خاطری که اون کسی که پولتو میده میگه باید این خبری که من میگم رو بزنی، چون حقوقتو نمیده و اگر حقوقتو نده از گشنگی میمیری، چون راه درآمد دیگه ای نداری. اگر میخواستی خبرنگار مستقل بشی باید میرفتی کانال یوتیوب میزدی، درآمدت هم از یوتیوب داشتی، میرفتی کانال تلگرام میزدی، پیج اینستاگرام درست میکردی، اون موقع میتونستی ادعا بکنی که خبرنگار مستقلی. اگرم دعوتت میکردم رفتی تو این تلویزیون به عنوان کارشناس چیزای مختلف صحبت میکردی. پس شما جیره بگیر و حقوق بگیری، نه خبرنگار مستقل. خب طبیعتا وقتی من این حرفو میزنم، اون خبرنگاری که تو اون تلویزیون میشینه، اون کسی که تریبون داره تاب شنیدن اینو نداره، نتیجهش میشه میاد حمله میکنه، زور میاد بهش دیگه. واقعیت هست. دقیقا همون کاری که تو ایران اول انقلاب میکردن، خیلی از خلبانا رو اعدام کردن، خیلی از نخبه ها رو کشتن، خیلی از آدم رو با فشار و زود. اگر شما میگید زدن بده، چرا میزنن؟ اگر شما میگید توهین بده، چرا آخوندا توهین میکنن؟ اگر شما میگی که اونا چرا سیستم دیکتاتوری دارن، ما میخوایم یک کشور آزاد بریم، شما که هنوز قدرت رو در دستت نگرفتی که از اون بدتری، که داریم میبینیم رفتار تو. اگه غیر از اینو بفهمید من ناآگاه آگاه بشم، بعد میان میگن که آره چون تو این حرفا رو زدی. یعنی ببینید سیستم اینطوریه، اگر موافق افکار یه سری آدم صحبت نکنی، فوش به خامنه‌ای و بیت رهبری و بسیج ندی، میشی مزدور. اگر این کارا رو کردی که دیگه دامت توی هم خودمونی، داداش تو از خودمونی، بعد به این افراد بعد میگه احمق. خب اون اطلاعاتی میاد میگه فلانم تو بیت و اول و آخرش، بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه خودمونه بهشونه. هم میاد تو نفوذ میکنه و دور اطراف میگرد و آمار همه رو در میاره، شناسایی میکنه. اینه که میگم باید بشه مرد میهن آگاهی، که آگاهی اتفاق بیفته. از اون طرف اون کسی که آگاهی میده، اون کسی که رسانه داره و از نگاه متفاوت و از نگاه آگاهی داره به مردم نگاه میکنه و ویدیو منتشر میکنه، میان بهش حمله میکنن. بکنید. من وقتی که به رسالت خودم ایمان داشته باشم میرم جلو. من سعی کردم که احترام بذارم حتی به اون آدمایی که مخالف افکار منن و مخالف افشاگری منن و مخالف آگاه کردن مردمن، ولی اینو بدونید که با فشار و با تهدید شما نمیتونید هیچ کسی رو به هیچ سمتی هدایت بکنید. مثل این میمونه که یه مادری یا یک پدری یا یک بزرگتری مثلا 60 سال 70 سال نماز خونده، قرآن خونده، دعا خونده، چیزهای مختلف خونده، بعد از 60 70 سال تو هر کاری بکنی، چون اون طرف با این قضیه اصطلاحاً بزرگ شده، تو دیگه نمیتونی نوع نگاه اون آدمو عوض بکنی. برو اصلا اسلحه بذارش بگو آقا فوش بده به قرآن، میده، ولی باورش که عوض نمیشه که. با این زوره به جایی نمیرسی. با این دعوا سر اینکه آقا کدوم جریان سیاسی قدرت بگیره به جایی نمیرسی. تو اون مملکت مردم دارن کف خیابونها جون میدن، اینور افراد به عنوان عقده‌گشایی و تصفیه حسابای شخصی میان به یه سری آدم‌ها حمله میکنن. چند روز پیش یه دونه ویدیو درست کرده بودم از توماج صالحی و تحلیل و آنالیز کرد. آقا کار رسانه تحلیل و آنالیز کردم. این داره توماج صالحی رو میکوبه فلان. اینا همش از چی میاد؟ از ناآگاهی میاد. اینا همش از چی میاد؟ از نداشتن سواد رسانه‌ای میاد. حقا میدم. کوتاهی یه سری رسانه ها به دوش رسانه منه دیگه، چون میخوام آگاهی بدم و عوضش میدونم که یه مقداری آگاهی صورت میگیره. یا آمدم راجع به شرایط انقلاب کردن تو ایران صحبت کردم که آقا کشورهای اروپایی و امریکایی نمیخوان تو ایران انقلاب صورت بگیره.
و یه سری تحلیل ها رو انجام دادن. تحلیله گفتم آقا مثلا این کشور منفعتش به خطر میفته، این کشور سود مالی براش نداره، این کشور باید به ایران بعد از اینکه انقلاب صورت بگیره غرامت بده. وضعیت جغرافیای ایران یه جوری هستش که مثلا کشور حاشیه خلیج فارس اگر تو ایران انقلاب بشه دیگه کسی دبی و جای مختلف نمیره، همه میرن کیش و چیزهای مختلف، یا مثلا کسی دیگه ترکیه نمیره، همه میرن شمال توی ایران. اگه همه جا آزاد بشه پروازا به جای اینکه بره تو ترکیه بشینه میاد تو ایران میشینه. عربستان دیگه نمیتونه واسه کشورهای دنیا قد علم بکنه بگه من نفت و بالا پایین میکنم، ایران میتونه قیمت نفت و بالا پایین بکنه. بحث گاز همینطور، ایران میتونه مدیریت بکنه که چه گازی رو به اروپا بده و چه گازی رو نده. نمیدونم قدرت منطقه و جهان میشه. پس طبعا کشورها نمیخوان که ایران اتفاق براش بیفته. اوه تو نمیدونم فلان هستی و بیستان. ببینید اینایی که میترسن مردم آگاه بشن حمله میکنن. فوش بده، منم میخوام فوش بدم. فوش بدم میشم اینوری عکسشو بذارم حواله بکنم یه چیزی درست میشه؟ نه عزیز من، تا وقتی مردم آگاه نشن و نتونن خوب و بد رو تشخیص بدن. میتونن تشخیص، نمیگم مردم ناآگاهن، اما خب به هر حال ما میگیم که یه آگاهی از 100 بشه 120. ما هم میگیم همه 100% آگاهن، آگاهی بشه 120. به خاطر همینه که من میگم آقا اونی که داخل ایرانه تکلیفش مشخصه، یا اصلا راجعش توجه‌گری بکنیم، همه میدونن وضعیت چجوریه. اونی که خارج از کشوره و گرگه در لباس میش، اون باید افشا بشه. بعد طرف میگه به من میگه آقا ورتو مشخص کن، کدوم وری، این وری یا اون وری. اولا اگر شما مفتش، چی میگن مفتشی، چی میگن، خب میخوای دنبال ور آدما بگردی، دنبال ور خودت بگرد. من فعالیتام ورمو داره نشون میده، این ورم یا اون ورم. بعدش هم رسانه مگه باید ور داشته باشه؟ اگر کسی که رسانه بی‌طرف داشته باشه بعد بتونه بی‌طرفانه اگر اون آخونده دزدی کرد و غلط اضافی کرد افشاش بکنه، اون اپوزیسیون هم غلط اضافی کرد افشاش بکنه. اگر تو بری سمت این ور آبیه و اون طرف اگر اشتباهی بکنه، تو به عنوان یک رسانه مگه میتونی افشاش بکنی؟ چون سمت اونی، ور اونی، نمیتونی واقعیت رو به مردم بگی. همونم وقتی قدرت رو بگیره دستش، چپاول میکنه و دزدی میکنه. تو هم ور اون باشی دقیقاً مثل رسانه‌های داخل ایران میمونی که ور سمت رسانه‌های داخل ایرانه، پس ور سمت مدیرای داخل ایرانه. و اگر اون دزدی بکنه نمیتونه راجبش صحبت بکنه. چرا؟ چون سایتش و خبرگزاریش دور تا دور سایتش تبلیغات همراه اول و ایرانسل و دولت و جای مختلفه. مگه میتونه خبرگزاری فارس و ایسنا از ایرانسل و همراه اول و چیزهای مختلف انتقاد بکنه؟ نمیتونه، چون تبلیغات سایتش از اونه. پس اون بی‌طرف نیست. اینه هم که این طرفه و داره بودجه میگیره نمیتونه انتقاد بکنه، چون بودجهش از این طرفه. پس اینجا اگه ور مشخص بشه خیانت داره صورت میگیره عزیز من. اینکه من دارم از اون سیستم، بعد طرف میگه تو یه بار اینو میزنی، یه بار اونو میزنی، یه بار راستو میزنی، یه بار چپو میزنی، یه بار بالا رو میزنی، یا پایینو میزنی، تکلیفت مشخص نیست. اتفاقا من تکلیفم مشخصه. اونایی که یه سمت وایستادن تکلیفشون مشخص نیست، چون من دارم کار درست رسانه‌ای رو انجام میدم. اینا رو البته خیلی از مردم میدونن و برای اونایی میگم که حالا فضای سیاسی رسانه‌ای رو نمیدونن. یه مدت اصلا من میگفتم من فعالیت سیاسی نمیکنم، اصلا سواد سیاسی ندارم، تو ویدیوام هم گفته بودم. نه اینکه واقعا آدم بی سوادی باشم تو سیاست، نه، چون ماشاءالله ما هممون از راننده تاکسی بگیر تا خلبانمون همه متخصص امور سیاسی هستیم. کسی نمیتونه این قضیه رو کتمان بکنه، میشینیم بحث میکنیم. به خاطر اینکه سیاست بی در و پیکره. شما نمیدونی که کی با کجا چطوری بسته. 1.5 سال پیش، 2 سال پیش اومدم گفتم آقا من آدم سیاسی نیستم و اصلا فعالیت سیاسی نمیکنم. یه دو اومدن حمله کردن، گفتم آقا من اصلا سواد سیاسی ندارم، نمیدونم کی با کجا بسته. باز یه دو اومدن فحش دادن. بعد از 2 سال مردم به حرف من رسیدن که نایاکی وجود داره که در آمریکا و گفته میشه لابی جمهوری اسلامیه. ثابت شد به یه عده دیگه.
الان بعد از 2 سال مردم متوجه شدن سیاستمدارهایی در اروپا و امریکا وجود دارن که در ظاهر میگن جمهوری اسلامی دیکتاتور و فاشیست و چیزهای مختلفه، اما در پشت پرده با ایران قراردادهای مختلف بستن و وجود جمهوری اسلامی رو سود میدونن برای خودشون. اگر غیر از این سیاست بفهمید بگید که من ناآگاه هم آگاه بشم. میشه با موضوعات مختلف و از نگاه‌های مختلف این قضیه رو پیدا کرد، ولی من میتونم بگم که این فقط مردم داخل ایران هستن که با اتحاد و با پشت هم بودن میتونن یک سیستمی که داره آزارشون میده، داره بهشون سختی میده، داره بهشون اصطلاحاً گشنگی میده، داره بهشون فقر و بیکاری میده رو از بین ببرن یا کنار بذارن. چون که با تکیه کردن به عوامل خارجی آنچنان نمیشه امید. میشه از ابزاراشون استفاده کرد مثل یوتیوب و فیسبوک و اینا ابزاراشون، اما به اشخاصشون نمیشه اعتماد کرد، نمیشه بهشون تکیه کرد، چون ممکنه که یک لابی و زدوبند سیاسی بکنن و اون سیاستمداری که تو فلان کشور نشسته برای منفعت کشور خودش زدوبند با یک سری از سیاسیون بکنه داخل ایران و براش منفعت مردمان و کشور خودش مهمه، نه مردم ایران. براش مهم نیست توی ایران فقر باشه. توی ایران خط فقر زیر 18.5 میلیون تومنه تقریبا. تو ایران چند درصد مردم درآمدشون بالای 18 میلیونه؟ در صورت اینها نوع نگاه من بود به فضای سیاسی این چند وقت ایران. حالا ممکنه یه عده خوششون بیاد، ممکنه یه عده بدشون بیاد، ولی تا بوده همین بوده و ممنون که تا این لحظه با ما بوده. اگر دوست داشتید کامنت بذارید برا ما و نظرتون رو بگید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه